برقکاری اگه توی تابلو برق اینطوری کار کنه و این سیمو وصل نکنه کل کلیدای مینیاتوری الکی میشن. آقا نول و ارت با هم فرق میکنه. برق کشی توی ساختمون اینطوریه که فازو یه سیم دیگه از نقطه خنثی ترانس میاد داخل ساختمون، بعدش اینجا یک سیم دیگه میگیرن از این حالا نول میگیرن و از این یکی ارتو. شاید یکی بگه چه فرقی میکنه آقا، اینا ریشهشون که از یه جا هست. ببین کارشون کلا فرق میکنه. وقتی این فاز و نول و ارت میرن به سمت تجهیزاتت، فاز که وصل میشه به تجهیز، نول هم که وصل میشه به تجهیز که برق اینجا جریان پیدا کنه تجهیز کار کنه. این ارت وصل میشه به بدنه، یعنی در حالت عادی هیچ جریانی ازش عبور نمیکنه. حالا اگه فاز بگیره به بدنه چی میشه؟ جریان از فاز میاد، از اینجا از بدنه دور میزنه، مسیر خودشو میبنده، از یه مسیری میره که مقاومت کمی داره، از سیم داره عبور میکنه دیگه. به خاطر همین جریان زیادی جاری میشه، به خاطر همین کلید مینیاتوری سریع قطع میکنه. حالا اگه این سیم ارت نبود چی میشد؟ اگه داخل این تجهیز اتصالی کنه بدنش برقدار بشه، یعنی فاز بگیره به بدنه، جریان هیچ مسیری نداره که جاری بشه. تا کی؟ تا زمان یکی بیاد دست بگیره به این بدنه، برقش بگیره از بدن اون بره. بازم این کلید مینیاتوری تازه قطع نمیکنه. پس اگر سیستم ارت نباشه اصلا این کلید مینیاتوری نمیتونه قطع کنه، مگه اینکه فاز و نول بگیرن به هم، که خیلی کم هم پیش میاد فاز و نول بگیرن به هم. اکثر اتصالی فاز به بدنه است. فاز میگیره به بدنه تجهیزات برقی، فاز میگیره به بدنه تابلو برق. پس ما کلید مینیاتوری رو میذاریم که اگر فاز گرفت به هادی حفاظتی قطع کنه. پس ما سیم نول رو میبریم به سمت مصرف کننده که جریان در حالت کار عادی ازش برگرده و سیم ارت رو وصل میکنیم به بدنه که اگر اتصالی صورت گرفت جریان زیادی از این مسیر عبور کنه که کلید مینیاتوری قطع بکنه. حالا تو بعضی ساختمونا برقکار این سیمو وصل نمیکنه، خنثی ترانس هم وصل میکنه به اینجا، اینا وصل میکنه به زمین. این باعث میشه که اگر الان فاز بگیره به بدنه، این کلید مینیاتوری دیگه اصلا جریان زیادی ازش عبور نمیکنه که بخواد قطع کنه. پس کلید مینیاتوری توی این خطاها تقریبا الکی میشه، یعنی انگار اینجا سیستم ارتینگ داره الکی میشه. حالا شاید بگی خب نمیشه این نوله رو ببریم همونجا وصلش کنیم به بدنه، چون اینا که ریشهشون که از یه جا هست. شاید بگی چرا آقا تمام ارت و نولا رو از یه جا نگرفتی، مگه ریشهشون از یه جا نیست؟ شاید بگی آقا کلید جریان باقی مانده هست که بازم اون حفاظت میکنه از جونم. جواب اینم تو کپشن نوشتم. اگر بخوای 0 تا 100 مطالب مهندسی برق رو به صورت اصولی و حرفه‌ای یاد بگیری و آزمون نظام مهندسی رو هم در کوتاه‌ترین زمان ممکن قبول بشی، بهترین راه استفاده از آموزشی است که هم تأسیسات الکتریکی رو به صورت اصولی و حرفه‌ای بهت یاد بده و هم دانش فنی تو در حدی بالا ببره که توی هیچ مسابقه استخدامی دیگه نیفتی. برای همین به مدت 3 روز تخفیف 50% روی دوره آموزشی است. برای ثبت نام هم تا پایان همین 3 روز میتونی به دایرکت همین پیج مراجعه کنی یا از طریق لینک بیو اقدام کنی.